علم ترقیات تکنیکش بعد کیم کجا به کیهان رسیدگی است، خدا توفیقش نداده یک هیکل مترش هم رو خدا گفته سجده میکنه. تکنیک و علمش به هم اجور رسیدگی است، بود پرستش میکنن. این بو بیعقل از یک طرف به عقل، از دیگر طرف میبینیش قد حیوان هم عقل نداره. دیگر گفته است السلام علیکم داملای مهربان، خداوند علمت رو زیاد گرداند. ما میخوایم که به سوالهای من مختصر جواب. دین چیست؟ دین رسول اکرم در حدیث سوال کردن که الدین و النصیحه، دین نصیحت کردن است. دین نصیحت است. نصیحت چی است؟ خیرخواهی. همین دین خودش خیرخواهی است. در همون دینهای پیشینه هم نصارا و یهود و کاتولیکا و دیگر دینهای پیشینه عثمانی هم همونها هم تربیه آدم بود. هم در زمان خودشون دینهای برحق بودن. در همون دینهای پیشینه هم زنا حرام بود، عرق خوردن حرام بود، گوشت خوردن حرام بود، دلازاری حرام، در هم حرام بود. همین فقط بعدا همون کتابا منسوخ بیکار شد به خاطر که همین حکم ها رو از کتابا خودشون برداشتن. حکم عرق برداشتن، حکم خوب برداشتن، حکم زنا را برداشتن، کتابشون محسوس، دینشون محسوس شد برفت. دیگر نصیحتش نمون. دیگر گفته است چقدر دین هست، خواه اسلام باشد خواه غیر اسلام، همش یک نقطه دارد. البته همش نقطه دارن، اما بغیر اسلام همش باطل شدگی هست، همش بیکار. غیر اسلام همه دین باطل است، خطا. هر کدام یوره که ما پرسترا کنیم بکنیم در روی کمبودی است، از خانهای بیمعنی نادانی است. یا که مثلا دیگر جاهایی هست که علم ترقیات تکنیکش بعد کیم کجا به کیهان رسیدگی است، خدا توفیقش نداده یک هیکل مترش هم رو خدا گفته سجده میکنه. تکنیک و علمش به هم اجور رسیدگی است، بود پرستش میکنن. این بو بیعقل از یک طرف به عقل، از دیگر طرف میبینیش قد حیوان هم عقل نداره.